انسان یک درجگاه عبادت کنگی، اگر انسان یک مرده یا عبادت کنگی، اگر انسان یک کوه یا عبادت کنگی، اگر انسان یک بت یا عبادت میکنگی، تمام ایشون ما باید انکار بکنی و بر بگردن به عبادت الله سبحانه و تعالی. ذلك بأن الله هو الحق، ای بخاطرش این که الله سبحانه و تعالی حقی، و انما یدعون من دونه هو الباطل، و آ چیزی که بدون الله سبحانه و تعالی لوتک بگین آ چیز باطله. اگر مروچی روچا ما یک زیارتی پادا بره، یک قبر سرا بره، یک قبر حتی یک ولیه ببید، حتی یک انسان صالح و نیکیه ببید و فدی حاجت از این قبرا بلوتن چوشین که ما این قبرا عبادت کنگیم و این در شریعت اسلامی اگشانتی شرک بالله سبحانه و تعالی و برخلاف کلمه شهادتین که ما به زبان و جاریه کنینی که هیچ معبود بر حق بجز الله نیسته. اگر مروچی روچا یک انسان فدی نفع و فدی ضرر در یک بندی اگندید، در یک تعویزی اگندید، در یک مجوری اگندید، در یک زیارت پادا اگندید، این انسان چوشین که بند و تعویز و مجور و زیارتی عبادت کده و الله سبحانه و تعالی عبادتی ترک کده. لحظه وقت ما اگشن که هیچ معبود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی نیستن، یعنی نفی بکنه هر چه غیر الله و بر بگردن بچه به الله سبحانه و تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما همیشه در سوره فاتحه به این آیه عرسند که الله سبحانه و تعالی فرماشه کن ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله ما تنها و تنها ترا عبادت کنیم، می نفع و می ضرر تای الله سبحانه و تعالی دسته، می حاجت گوتای الله سبحانه و تعالی، می رزق گوتای الله سبحانه و تعالی، ما را شفاء داد تای الله سبحانه و تعالی، ما را مورد رحمت و مغفرت قرار داد تای الله سبحانه و تعالی و ما سوای الله سبحانه و تعالی در باطلند.